با من یاری رسون راضی میکنم. در این حالت چه دختر میدید دختری اما؟ بچه تقا که شدی یاری میرسونی 100%. آدم خرسند نکنه دختری اما. مایلش نیست حق زباد میکنی. امک عروس خواهش میکند که ما امروز روی. آقا جان راضی شوید. نه از خالت پرسیدم در کن. اقلا یک بار شهر رو بینم. اجازتی آ دخترها شهر تماشا کرده میبیان. یک روز 100 روز نمیشود. مال و حال در گردن اینها مال و حال که نگاه میکند. یک روز به اخی دنیا چپه نمیشود. پگاه آمده از پس گاو و گوی سالای و بوز و بغزاله میشود. ما روند اجازتی با شرطی که نق زکک رفته بیایی. مالش بابای ها کودک نیستن کورستن بیان. روید من به خالتون میگویم. همین دخترک این یعنی زنه معقول شد. ندیش دخترک را دیدید معقول شد. به ذوق پسرت موافق. حتما به خواستگاری میاییم. میاییم چیز. مایا بین ریزا را بین با تو نگه دارن. توی شما که میشوه. همیشه خوشبخت باشی، فرزنددار شوی، فرزندها به مانند ما مسافر شده با صاحب همه خیلی توی تجیت و نویرو کلین و دماغ شوند الهی نام. آمین آمین رب العالمین. از همه رای آسانش شیرین را به شوهر دادن. نباشد یگان روز تو را زده میکشی. زحمت های من چی می شود؟ مرده صغیره کلان کردم. اکنون میوه پخته رسوندم رو به تگ پای دیگران پرتایم. این قدر واهمه نکن. دختر در خانه پدرش کلان شد. این خانه پدرش. ای زنک، اگر ما در اجاره می نشستیم پول کلان می سپاریدیم. یک کودک چی می خورد؟ در قطار کودک خودمان یک بردن نان 9 به 17 در آمد. کمش 10 سال خدمت تو رو می کند.
پشتی همونه نگیر. اینقدر شیرین میگویی؟ من برای فایده خودت میگویم. با خواستگاری رخساره راضی شدم در کار. وای زنک چون اشکالش بتون هم قلنگی نقص میدهد هم پروای خانه و دری ما رو ندارد. بعد اینکه تو هم برای خدمتت مهرانه نقص میگیری. توی پوی نمی کنیم. هم تو خپ و دم گرفته برد. برای چی؟ از همسایه ها شرم میکنم. کلینی تپ پتایا را صاحبی کردن نتوانست میگویم. با همسایه ها کاری تو چی؟ بعد وای روسا زده که کترسن وای روزی میشود. گوی که شیرین صغیره اگر توی کلان کنیم دیلش گنده میشود. خیر باز خوبتر و باز بهتر. شیرین رود رفتن گیرد ولی وای مای سری خنک رویه کلین نمی کنم. مایلش زنک جان اول اینش حل کنیم بعدش میبینیم. مایلش الله اکبر. صغیره که هست دیلش گنده می شود ده. برای همین به توی همین خیلی گرفته بریم. فقط همین که و یگان سر و پای عروسی ندارد. انا این حق شرش. باقی مانده خراجات از طرف ما پروا نکنید. کنی یک داتی. آمین. خوش پیر شوند. الله مبارک شود. الله اکبر. خوش آمدید. خوش آمدید. نه سلامت باشید. سلامت باشید. زنک بسیل کن. عظیم خبر است. آدم کم زنها کجایند؟ شاید در سر زمین باشند. من مجلس را همراه کی گذرانم؟ حاضر همش را تشکیل میکنیم رئیس. السلام علیکم هموطنان پخته یک دهن نان شما است. زنده و مرده ما را همین پخته میبردارد ولی پخته را علف زیر کرده است و همه زنها در خانه میشینند. روزی دراز کارشان غیبت و تهمت، جنگ و جنجال. بریگادیر کنی دورو در هفته آخره شو که به دورو نمشکن. دارو؟ به دورو پخته جان نمیگیره رئیس. او تعریف زدی که ما اوچه پیش قدم با دارو میشه پخته. دارو نباشه که جان میگیره پخته. شما کستید؟ کم بوده تا نگب زنید. خیلی روز خوشب نیست. چخل نیست؟ نیست آخی. همه مردم در علف درو، شما در خانه خوب. با من نگاه کن. گندم گرفتی، کارتوشکا گرفتی، پیاز گرفتی، در خانه آب داری. همه همین را به تو کی داد؟ چی با از کاری پخته دیر میمونی؟ بریگادیر هر روز شکایت میکند از پگاه همه با کاری پخته با حشر. هر کی با ما نیست دشمنی ماست. من سناخانی تویم ای هموطن. عظیم کاری دشوار بود کردیم. اکنون راست به بوستان سرا ما را نسیم انتظار.
هر کجای با تویم من تن به تن. مایسارا این طرف بیا، به این طرف. صدای ما دارند. صدای ما این صدای رادیوی تاجیکستان است. به این طرف بیا، با اینجا بیا. پیروزی های شما عزیزان را خواسته برنامه های خیش را برایتان. بیچاره شیرین، با او چی می شده باشه؟ با شوهر میدین؟ با یک از تماما ناشناس چی طور زیستن ممکن؟ اخیر احوالش چی میشه؟ من چی دونم؟ به این هم غم و دردی خودم زیاد. یک کس نیست که غمی خودم رو خوره. تو مرد هستی، اکا هستی، یگان کار باید کنی. از دستی من چی می آید؟ از اکا هم دلم موند. نه یگان علاج می یابیم. گوش کن، او از همونجا از یک لب گرفته بتونه هر جا نشود. دیدی انا اونجا موندگی. بارک الله. کار کنی، محنت کنی، پول بگیری. کار نکرده از کجا پول بگیری؟ کارتون هیچ معلوم نیو، بعد از گریبانی بریگادیر میگیرید. کنی خم شو. گپتون بسیارو، پولتون ندیدیم. آفرین خان زن دخترا مانده نباشید. بارک الله. نه چقدرتر کار کنید، محنت کنید، محنتی حلال کنید، پولش هم در وقتش میشود. بارک الله. الله پوشید. نیال های احتیاط کنید. که من چقدرتر زنان این حال احتیاط کن. تیزتر بچه ها زود باشه. بچه ها تیزتر کنه که رئیس میوید. تیزتر زود باشه. کفو که خوب رو گیرید. کفو گیرید. یاردم کنید. بیاره توی همه
گیر گیر عظیم لابای رئیس سلام علیکم سلام همه بارها آمدند آمده نزدک جا با جا کن همه جا با جا همش صلح حل شد های کن خوب شد است رئیس به تشویش ده های کن رئیس یک خدمتی برادرانه خب بیایید همین انبارهای شما را یک جای استفاده میبریم مایلش برای انبار نیم ویرانه شما یک جوجه پری صدقه سر کایمالی گفته بودیم او بولسیم بوی انا همین کارت نپرتاییش انا همین نه شرافت شنیدم که کلینت شنیدی این کاری من زورت آمد یا بچه تو عهده کرده نتوانیست چی؟ با تو که نرسید علم کرد؟ ها برای کلین کردن هنر در کار هنر تو گمان کردی که یک صغیر دختر بی‌صاحبه بی‌بند میبندی؟ برای کلین فروشی هم هنر در کار هنر در سرت مونت یا آواز من پرویم چطور کمیست؟ دفشم زنکی شتا من حالا با تو برگرد میزنم اینگیه نوبکار رو دیدی؟ لعنتی زنک یکان روز تیز میگردی یا نه؟ کس رفتی کنم؟ کس کنم رفتی؟ یه کسه؟ کس درم
آمد سیل آمد سیل آمد سیل مردم سیل آمد سیل مردم سیل سیل آمد سیل من گفتم شیرین اگر گیره کنه سیل ببرد سیل آمد سیل آمد قسم همه پوری آب بشود کودک آبازی های سیل آمد گپی دیوانه راست برآمد من 2 خلطه اجازت دادم شما همه شد دزدیده رئیس بابا این همه کار خدای تعالی است کنی پرارم نمیدانم من خودم او را به سود بدیم شرافت لبای شرافت لبای السلام و علیکم السلام آخر در پیش خانه‌ات حشر رفته ایستاده است خودت کو به حشر نمیبرایی و یگان چی کرده بر این نمیشود حاضر دوخ کشیده میشود میشود هزارها رحمت اوش السلام علیکم ممکن پسرم؟ و علیکم بر سلام بیاید امک بیاید تشکر مرحمت شینید یگان عرض دارید؟ بله داشتن دارم و حیران ماندم از چی؟ میدانید پسرم میگویند که از بالای رئیس شکایت کردن بیفایده است فهمم به هر حال چشم و دستی حکومت گفته آمدم پسرم فهمم لیکن شما را دیدم و یک باره شستم گشت برای چی؟ آخر شما تا من جوان میدونید رئیس آدمی زور شکایت مردم خیلی زیاد فهمم مسئله تقسیم زمین سوی استعمال از وظیفه فهمم میداند همش را اکا عادتا از بالای رئیس همین طور عرض میکنند به هر حال اکا عریضه را مانده روید میسنجیم پس شکایتی من بیفایده بوده گیستم نباشد شما عریضه مرا قبول میکنید پسرم البته انا پسرم این عریضه میدانی پسرم میخواهم
باور کنم که در ناحیه ما عدالت و حقیقت برقرار می شود. این عریضه من. خوب، به هر حال عریضتان را می سنجیم. تشکر پسرم. شما دید. خوب پسرم. رستم جان خیلی ادواتید. خدا الهی بخت و اقبال دیادو توشه پیر شوید، عمرتان عمر ارچه شود، خانتان پری بچه شود. الله اکبر. شیرین شیرین، انا برای تو داخل شیرین. ای خدا شیرین خواهد گیره نکن.